السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دانش آموزان عزیز سلام. درس سوم جلسه آخر گفتگو حوار میان علی و مریم. گفتگو بین علی و مریم حوار. مریم آیا دیروز صبح تو به مدرسه رفتی؟ مریم: نه، دیروز صبح من به مدرسه نرفتم. من به کتابخانه رفتم. آیا سارا هم به کتابخانه آمد؟ نه، سارا به کتابخانه نیامد. زهرا به کتابخانه آمد. آیا تو دیشب به باغ رفتی؟ یعنی مریم ادامه جمله، تکملت جمله. نه، دیشب من در خانه ماندم. انا بقيت بالبيت. آیا بابا در خانه ماند؟ تسألون بقي بالبيت؟ نه، بابا به باغ رفت، بستان. صرف مصدر بودن. بدنا نصرف مصدر بودن. بكفينا نعرف انه بودن هو الverb to be بالانجليش، يعني I am, you are, he is, he, she, it is. هالقد بكفينا نعرف بهيدي المرحلة. تصريفته هستم، هستي، هست أو است. يعني أنا بقول من دانش آموز هستم، أنا تلميذ. تو دانش آموز هستی، تو دانش آموز هستی، يعني you are a student. you are الار هي الهستی. I am من دانش آموز هستم، من هستم I am. او دانش آموز هست أو است نفس المعنى. he is. طبعا الأو بتجي محل الهو أو هي. گفتگو بین علی و رضا. سلام، من علی هستم. اسم تو چیست؟ چیست یعنی ما هو. سلام، من رضا هستم. علی: آیا تو ایرانی هستی؟ بله، من ایرانی هستم. آیا تو هم ایرانی هستی؟ نه، من لبنانی هستم. اسم او چیست؟ اسم او حمید است. او هم ایرانی است. اینجا گفتگوهای زیر را کامل کنید، یعنی تکمیل کنید. از ذهنمون، من عقلتنا بدنا نكمله. احمد: آیا دیروز ظهر به باغ رفتی؟ عم تعيط له: انت رحت امبارح على الباغ، على البستان؟ بلا نه. طبعا بدنا نحن نحاول نحله. والحال: نه، من دیروز ظهر به باغ نرفتم. لما عم يقول آیا تو دیروز، لازم الجواب يكون من. هلا هون ما في تو، في رفتي يعني تو، يعني انت رحت او رحت، ما في داعي اقول انت مرة تانية. فانت بتكون جوابها لا، انا ما رحت. من به مسجد رفتم. آیا با بابا به مسجد رفتی؟ نه، با معلم به مسجد رفتم. هيدا گفتگو تاني كمان منوقف الفيديو كالعادة ومنحاول نحله. آیا تو دیروز عصر به کتابخانه رفتی؟ بله، من دیروز عصر به کتابخانه رفتم. آیا تو با رضا به کتابخانه رفتی؟ نه، من با محمد به کتابخانه رفتم. گفتگوی سوم نفس الشيء، منوقف. آیا احمد روی صندلی نشست؟ كمان نه، احمد روی صندلی ننشست. احمد روی مبل نشست. طبعا هون من عقلتنا في نقول مثلا روی فرش نشست، في نقول روی
مثلا روی زمین ایستاد، مثلا محل نشست حط ایستاد، روی صندلی ایستاد، روی میز مثلا نشست. لبديه من هون المصطلحات اللي صرنا حافظينهم. هيدا الگفتگوی سوم. كمان گفتگوهای زیر را کامل کنید. من زهرا، اسم تو، علامة سؤال، سلام، آیا تو لبنانی؟ من هو اللي أخدناهن. خلينا نشوف. من زهرا هستم. اسم تو چیست؟ سلام، من هانیه هستم. كيف عرفنا انه اسمها هانیه؟ لأنه هي هانیه اصلا عم تحكي. آیا تو لبنانی هستی؟ جواب بله من لبنانی هستم. آیا تو هم لبنانی هستی؟ جواب هن هاتینه بله من هم ایضا هم لبنانی هستم. آیا او لبنانی است؟ نه او ایرانی است او هست. برای تصویر زیر 4 جمله بنویسید. عنا الصورة هون بدنا نكتب عليها 4 جمل من اللي صرنا نحنا ماخدينه من أول ما بلشنا لحد هلا. منطلع في عنا مسجد، عنا مامان، عنا خواهر، عنا برادر، عنا درخت، میوه، مثلا زمین. بقلب المسجد فينا نتخيل فرش، فينا نتخيل دعاء، فينا نتخيل قرآن، فينا نتخيل صوب زور اللي بدنا اياه. خلينا نوقف الفيديو ونحاول نعمل جمل. بتمنى تبعتولي ولو جملة جملتين تكون من كتابتكن انتو قبل ما نكمل الفيديو. هلا عطيت انا 4 جمل. ظهر، روز جمعه، یوم الجمعه، روز جمعه، ظهر. مامان با زهرا به مسجد رفت. محمد روز جمعه عصر زیر درخت نشست. مریم عصر روز جمعه. عم قلكن اياها كيف بطرق مختلفة. در باغ مسجد زیر درخت ایستاد. محمد روی فرش ننشست، او روی زمین نشست و دوید. قعد على الأرض و ركض كمان. خسته نباشید. پایان درس.